پس از چندین صبوری ها تو از دور آمدی، از دور دوری ها. پس از چندین صبوری ها تو از دور آمدی، از دور دوری ها. پس از چندین صبوری ها، پس از آن بی وفایی ها، ز جان خود جدایی ها. پس از چندین غم آوردن، پس از خدی رسایم را خم آوردن. چی گویم ای امیدی مرده ای من، که عشق آدمی هم مثل جانی آدمی یک بار میمیرد، دیگر احیا نخواهد شد، دیگر آن گم شده پیدا نخواهد شد. چی گویم از جدایی ها، از این تاریکی بی روشنایی ها. چی گویم از شکستن ها، از این بیگانگی و آشنایی ها. چی گویم از جدایی ها، چی گویم از تپیدن ها، تو را دیگر ندیدن ها. ز شامی تشنه تنها که یادت را چراغ خانه می کردن. چی گویم ای فروغی رفته ای من، که تنها خاطرات آدمی هم چون بهشت جاودان باشد. اگر روی زمین باشد و یا روحش در اوج آسمان باشد. ز بخت خود چه بگریزم، درخت خشکی پاییزم، که به تو سرد و ناچیزم. امیدی خسته ام مردم، که با هر برگ خود آهسته میریزم. چی گویم از بهاری رفته خود، که باغی تشنه آفت پذیرم. رنگ حسرت را چه خواهد کرد، دل عاشق پریشان است. جدایی را و هجرت را چه خواهد کرد. من با فرارسی سال نو 2011 با تمام مردم تاجیکستان تبریک و تهنیت گفته، همچون برفک آرزو دارم که بگذار خانه اشان پر از نور باشد و حیاتشان مثل آسمان صاف و مثل هوا بی‌غبار.